خدا و عرض درود و سلام. یکی از موضوعاتی که مهم است در ورد و کاربرد داره موضوع پیج بریک است. اینجا قرار داره دوستان عزیز و استفاده از این در مثلا صفحه گذاری ها و غیره زمانی که میخوایم یا دیزاین را تغییر بده یا نوع مثلا شماره یا الفبایی که در پایین صفحات استفاده میکنه اینا رو تغییر بده. اکثرا از پیج بریک استفاده میشه که استفاده شما اکثرا میفهمیم و به خاطر دانستن موارد استفاده ما دیگه جور کردیم ما رو ببینیم. اما امروز فقط سرازی میگیم که چگونه این پیج بریک از بین برده میشه، چون زمانی که ما ایجاد میکنیم در صفحه خود از هویدا نیست، معلوم نیست که در کجا قرار داره. یک زمانی مثلا کار نمیشه این پیج بریک، میخوایم که این رو برداریم و دیزاین های خود همسان کنیم، صفحات مثلا با هم یکسان کنیم، یا اینی که یک زمانی پیج بریک از پیش ما و شما اشتباهی در یک جای نامناسب قرار میگیره. این حال به خاطر حذف از با شما چی کار کنیم؟ این موضوع مهم است. فعلا روی همین ما و شما بحث میکنیم که چگونه پیج بریک از بین برده میشه. دوستان ما یک پیج بریک اول ایجاد میکنیم که بعدا میخوایم میره از بین ببریم. یک پیج بریک اینجا ایجاد کردیم، یک پیج بریک مثلا در اینجا ایجاد میکنیم. دست نواش هم فرقی که کنترس کردیم اکشن ایکس پیج. این حاله به خاطر از اینکه ما شما پیج بریک از بین ببریم چی کار میکنیم؟ یکی از راه های شینمی آسان ساده راه شینمی استفاده از بتن یا دکمه هاید شو است. فقط در فعال میکنیم، میبینیم که نشان میده که در کجا پیج بریک داده شد. این سیکشن بریک کنتینیوس در اینجا استفاده شده، یکی دیگه هم در کجا استفاده شده؟ در اینجا استفاده شده. در جایی که این علامه آمد نشان میده که اینجا پیج بریک استفاده شده. خب به خاطر از بین بردن از چی کار میکنیم؟ به خاطر حذف پیج بریک، به خاطر حذفش فقط اینمی اول انتخاب میکنیم. انتخاب کرده فقط یک بک اسپیس میزنی، خلاص سیاق تکمیت لیتر تکمیت لیتر میزنی و همین سادگی پیج بریک حذف میکنیم. یک دومش هم در اینجا قرار داره، ایرم انتخاب میکنیم، فقط انتخاب میکنیم دیلیت میکنیم، خلاص و می سادگی هست و کار ما شما را مفته. می توانیم از این روش ساده استفاده کنیم و پیج بریک خود برداریم. تشکر از همراهیتان و به خاطر دیدن ویدیوهای بیشتر در بخش تکنولوژی و مخصوصا موضوعات کامپیوتر حتما صفحه را سابسکرایب کنین و ویدیوهای بعدی ما را هم بیننده باشید. تشکر.